که شما در یه تکه بهشت زندگی میکنید. واقعا نمیدونید که این کشور چه کشوری هست. من ایران را خیلی دوست دارم. در کشور من خیلی ها تشنه هستن که تابعیت ایران را داشته باشن. ای کاش اونجا زندگی میکردم، ای کاش فاطمیه را احساس میکردم، ای کاش پرچم مشکی میدونستیم چیه. تو آذربایجان حتی ما حق نداریم که یه پرچم یا حسین نصب کنیم. ماها ممکنه نقد و اشکال تو کشورمون باشه، اما این یه افتخاره برای ما. پرچم اشهد ان علی ولی الله بر فراز این کشور در اهتزازه. جلسه قرآن و روزه و هیئت تو هر کوچه‌ای بری هست. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرسان زهم که آب کجاست. واقعا ایران برای ماها، برای آدمی مثل من یه ماهی تو آب این سرزمینم که قدرش رو نمیدونم.